اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شما در آیت در سپاره هفتم در سوره الانعام آیت 91 رسیدیم. در آیت 91 سوره الانعام الله متعال یکی از بی‌ادبی های یهود و نصارا را بیان میکنه که بعضی اوقات وقتی که بر از اینا دلیل گفته میشد باز اینا بیخی از امو کتاب انکار میکردن. یعنی صفت انسانهای بیدینی است که حتی از امو کتاب آسمانی یا از آنچه که نازل شد از این انکار میکنن. یک دفعه میگفتن که اصلا الله هیچ چیز را نازل نکرده. به این شکل است بعضی کسا هست مثلا از قرآن انکار میکنن و بعضی کسای دیگه هستن که مثلا از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار میکنن. من صحیح بخاری را قبول ندارم، من صحیح مسلم قبول ندارم، من فلانی کتاب قبول ندارم، من قرآن قبول ندارم، من اینی حکم قرآن قبول ندارم. الله متعال میگن اینی بیادبی بود که سبب کفر از اینا شد و اینا امو الله را قدردانی نکردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما قدر الله، و اینا قدردانی نکردن الله متعال را حق قدره، به مو شکلی که باید قدر شود با حق. اذ قالوا، وقتی که اینا این بیادبی را کردن، قالوا گفتن ما انزل الله، نازل نکرده است الله متعال علی بشر، برای بشر من شیء، هیچ چیز را. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که شما میگید که الله هیچ چیز را نازل نکرده، پس من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، پس کی نازل کرده او کتابی که موسی علیه السلام آورده؟ او را الله نازل نکرده؟ نورن که اون نور بود و هدن و هدایت بود للناس، برای مردم. تجعلونه، که شما امی کتاب گردانیدن، قراطیس ورق تبدونها، که شما او را نشان میدادین، بعضی از او را به مردم آشکار میکردین. و تخفون کثیرا، و بسیاری از آیات از او را که او مخالف مزاج شما بود باز او را مخفی میکردین. او دلایلی که در تورات است که شما را ملامت میکنن باز او را میپوشاندین. و علمتم، و تعلیم داده شدید، ما لم تعلموا، آنچه را که نمیدانستید، انتم، نه پدر شما، و ولا آباؤکم، و نه پدران شما. یعنی در تورات چیزایی بود که او را شما هم نمیفهمیدین، پدرایتان هم نمیفهمید، لکن الله متعال او را بالای موسی علیه السلام نازل کرد. لکن این خی از کجا شد که شما میگین که ما انزل الله من شیء؟ قل الله، بگو الله، ثم ذرهم، سپس بگذار اینها را فی خوضهم، که در امور بیهودیشان، یلعبون، غرق در اموس ساعتیری خود باشند. و هذا کتاب انزلناه مبارک، الله متعال میگه این قرآن عظیم شان که است، کتابی هست که انزلناه، که ما را نازل کردیم، مبارک، بسیار با برکت است، مصدق، تصدیق کننده هست، مصدق الذی، تصدیق کننده هست آنچه را که بین یدیه، در مقابلش هست، از اعتقادات توحیدی که تحریف نشده، آنچه که در تورات و انجیل است. ولتنذر، و تا ای که بترسانی رسول الله صلی الله علیه و سلم، القرى، مادر قریه ها را، و من حولها، و آن کسانی که در حول، در اطراف آن هستند، والذین، و کسانی را که یؤمنون بالآخرت، ایمان دارند به آخرت، یؤمنون به، ایمان می داشته باشند با قرآن عظیمشان، و هم علی صلاتهم یحافظون، اینا کسایی می باشند که به نمازهای خود محافظت میکنند. آل بسیاری کسا هستند که بالای الله تهمت میکنن، بدعت میکنن، شرک میکنن، بازو رو به الله نسبت میتن. و من اظلم، و کی ظالمتر، ممن، نسبت به کسانی که افترا، تهمت و افترا میکنن، علی الله، بالای الله، کذبا، به دروغ. او قال، یا ای که میگن اوحی الی، بالای ما هم وحی فرستاده شده است. بعضی کسا کافرا بودن مثل مسیلمه کذاب، اینا میگفتن که سر ما هم وحی می، ولم یوحى الیه، در حالی که بالای از وحی نامده شیء، هیچ چیزی. و من قال، و کسی که بگه انزل، ما نازل میکنیم، مثل ما انزل الله، مثل آنچه که الله نازل میکنه، حتی ادعای الوهیت و ربوبیت میکنن. ولو ترى، و الله متعال میگه و وقتی که باز تو ببینی، اذ الظالمون، وقتی که ببینی این ظالمان را، کسایی که ادعا میکنن که بالای ما وحی شده یا ما خودم میتونم کتاب مثل قرآن بسازم، وقتی ببینی اینا را، در چه وقت ببینیشان؟ فی غمرات الموت، در سختی های مرگ. والملائکه باسطوا ایدیهم، در حالی که ملائکه دستهای خود دراز میکرده باشه. اخرجوا انفسکم، برشان میگه خارج کنید نفسهایتان را از جسدهایتان. وقتی که اینا مرگ میبینن باز برشان میگه که خارج کنین همین جسدهایتان را، یا خود نمیتونن، یا مثلا برشان میگه که خدا خارج کنین از عذاب، نفسایتان خارج کنید. الیوم، امروز، تجزون، جزا داده میشوید، عذاب الهون، عذاب بسیار توهین کننده،
بما کنتم تقولون، به سبب آنچه که بودین تقولون میگفتین علی الله بر الله غیر الحق ناحق، و کنتم عن آیاته و بودید و کنتم عن آیاته تستکبرون و بودین که بر آیات الله چی میکردین؟ تکبر میکردین. الله متعال برشان در روز حشر میگن بر از این مردم های بیدین ولقد جئتمونا فرادا، امروز شما پیش ما آمدین اما تو فرد اما تو حالتی که کما خلقناکم اول مرتين، اما قسمی که در اول شما را یک تنها خلق کردم، شما را طفل بودین، اونمو قسم بدون لباس بدون همه چیز. و ترکتم ما خولناکم، و شما ترک کردین ما آنچه را که خولناکم، یعنی چیزی را که بر شما داده بودیم. و تخویل چی میگه؟ تملیک مال میگه، یعنی مالهایی را که بر شما دادیم کل از او را شما در دنیا ترک کردین، آل خالی دست خالی بدون همه چیز آمدین. و ترکتم ما خولناکم، و ترک کردین آنچه را که بر شما داده بودیم وراء ظهورکم، در پشت سرتان. و ما نرى معكم شفعاءكم، الله متعال میگه ما نمیبینیم امرای شما شفیعایتان و کسانی که میگفتین شفاعت ما را باز میکنن. الذين، او کسانی را که زعمتم گمان میکردید یا عقیده میکردین انهم فیکم شرکا، گنها در بین شما شریکان الله هستند. لقد تقطع بینکم، یقینا که در بین شما و در بین معبودای باطلتان قطع شد تمام چی؟ روابط. و ضل عنکم ما کنتم تزعمون، و فرار کردن یا گم شدن از شما ما آن چیز را که کنتم تزعمون که شما گمان میکردین یا عقیده میکردین. شما اونا را که عقیده میکردین عقیده نادرست بود. پس حق چی هست؟ ان الله، یقینا الله متعال که است فالق الحب و النبا، فالق و بیرون کننده یا شکافنده دانه هست، الحب دانه، و النوا و خسته است. یعنی فالق الحبت یعنی سنبله، یعنی یک دانه را از چی؟ از اونمو خوشش. و نوات عن النخل، یا چی را؟ امو خسته را از یک خرما، این را خارج میکنه الله متعال. یعنی تمام چیزا را که شما میبینین کلش خالق از اینا الله متعال است. یخرج الحی، زنده میکنه بیرون میکنه، الحی زنده را، من المیت از مرده، و مخرج المیت و بیرون میکند میت مرده را، من الحی از زنده. ذالکم الله، اینی الله هست خالق است. فانا تؤفکون، پس شما چرا افک و دروغ بند میکنین بر الله. فالق الاصباح، الله متعال پدید آورنده صبح است. و جعل اللیل، و گردانیده از شب را سکرن جای آرامش، و شمس و همچنان خلق کرده آفتاب را، و القمر و مهتاب را حسبانا برای حساب گرفتن. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اینمی هست اندازه، یعنی ذالک این است تقدیر و اندازه نمودن یا سنجش نمودن العزیز، او ذاتی که بسیار عزتمند است، غالب است، العلیم بسیار عالم و دانا است. و هو الذی، و الله ذاتی است که جعل لكم النجوم، خلق برای گردانیده یا خلق کرده برای شما ستاره ها را، لتهتدوا تا هدایت شوین و راهنمایی شوین بها توسط آن، فی ظلمات البر در تاریکی های خشک، و البحر و در تاریکی های بحر. قد فصلنا، به یقین که به تفصیل بیان کردیم بر شما الآیات نشانه ها و علامات را، لقوم بر قومی که یعلمون میدانند. و هو الذی، و الله ذاتی است که انشأکم شما را جدیدا خلق کرد، من نفس واحده از یک نفس که آدم علیه السلام بود. فمستقر، پس زمین جای استقرار شما هست، و مستودع و جای گذاشتن انسانها هست که در او گذاشته میشن. قد فصلنا، یقینا الله متعال میگه به تفصیل بیان میکنیم الآیات، آیات علامه ها نشانه ها احکام، لقوم برای قومی که یفقهون اونا میدانن و میفهمن. همچنان و هو الذی، الله متعال ذاتی هست که انزل من السماء، نازل کرد از آسمان، ماء آب را، فاخرجنا به، پس الله متعال میگه ما خارج کردیم به واسطه از اون نبات کل شیء، نبات هر چیز را. فاخرجنا، پس بیرون کردیم منه از آن، خضرا چیزهای سبز را. نخرج منه، همچنان خارج میکنیم از او، حبا دانه ها را، متراکبا به شکل متراکم یا ترکیب شده. و من النخل، و همچنان از درخت خرما، من طلعها از میوه آن، قنوان خوشه های هستند، دانیت نزدیک. و جنات، و باغهای هست، من اعناب از انگور، و از زیتون، و از زیتون، و الرمان، و از انار، مشتبهن که با هم بعضشان مشابه هستند، و غیر متشابه و بعضشان با هم مشابهت ندارند. انظروا الی ثمره، نظر بکنین به طرف میوه های از اینا، اذا اثمر، وقتی که اینا میوه میکنن،
و ینعه و ببینن در وقت رسیدن پخته شدنشان. اگر شما به طرف از اینا نظر بکنید فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، در هر تمام از اینا آیات است برای قومی که یقین داره. یعنی اگر انسان به طرف این نباتات سعی کنه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. حالا اگر یک انسان بگه که تو بسیار پروفسور و فیلسوف هستی، گل بی مزه، چوب بی مزه، من برات گلام میتم، چوبام میتم، یک سیر چوب میتم، یک سیرام خاک برات میتم، یک سطلام آب برات میتم، کلش گت کن، از کل ازی بگی بر من یک دانه یک سیب بساز، یک تا ناک بساز. ساخته نمیتونم، اما الله متعال میسازه. پس وقتی هر مخلوق الله را که انسان سیل بکنه، در او دلایل است به قدرت الله، به عظمت الله، به شناخت الله. و جعلوا لله شرکاء الجن، دیگه آل رد میکنه شرک دی که انسان ها نباید جنیات چی کنه، شریک به الله بگردانه. و جعلوا، دیگه بدی از اینا مشرکا چی بود که گردانیدن لله بر الله شرکاء، شریکای دیگه ای که بت‌ها را شریک می ساختن، قبرها را حبشی‌ها شریک با الله می ساختن، ملائکه و پیغمبرها را شریک می ساختن. بعض از این مشرکا جنها را هم به الله شریک می ساختن. و خلقهم، در حالی که الله متعال همین قسم که انسانها را خلق کرده، جنها را هم خلق کردن. و خرقوا له، و گردانیدن یا خیال بافی کردن له برای الله متعال. چی خیال بافی کردن؟ گفتن که الله متعال العیاذ بالله بنین، پسران داره، و بنات و دخترا داره. بغیر علم، این سخنان را گفتن بدون علم. سبحانه و تعالی، پاکی هست برای الله و بسیار عالی مرتبه است الله متعال. عما یصفون، از آن چیزی که اونا الله را توصیف میکنن. این صفات زشت را که به الله نسبت میتن، الله متعال از تمام از اینا پاک است. بدیع السماوات والارض، الله متعال خلق از نو خلق کننده هست. بدیع چرا میگن چیز نو که وقتی میباشم، بدیع یعنی از نو خلق کننده هست. السماوات، آسمان ها را، والارض و زمین را. ان یکون له ولد، چطور میتونه بر از ولد باشه، فرزند باشه. ولم تکن، در حالی که الله متعال، ولم تکن له، در حالی که نبود به الله متعال صاحبتون همسر. الله متعال نیاز نداره به اولاد، نیاز نداره به همسر. و خلق کل شیء، والله متعال خلق کرده همه چیزها را. و هو بكل شیء علیم، والله متعال بر هر چیز بسیار عالم است. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو. ذلكم، اینی هست، دارای اینی صفات است. الله متعال، ربکم که پروردگار شما هست. لا اله، نیست هیچ معبود به حقی که مستحق باشه که ذاتش عبادت شوه و شریعت و قانونش تطبیق شوه، الا مگر هو، مگر او که الله متعال است. خالق و کل شیء، خلق کننده تمام مخلوقات است. فاعبدوه، پس با و یگانگی او را عبادت کنید. و هو علی کل شیء وکیل، والله متعال به تمامی اشیا وکیل، مراقب است، سرپرست است، ذمه‌وار است. الله متعال ذات با عظمت است که لا تدرک الابصار، که او را چشمهای انسانها درک کرده نمیتواند. مربوط به غیب میشه. ذات الله، صفات الله، افعال الله، انسان نمیتونه که الله را درک بکنه. و هو، در حالی که الله متعال یدرک و درک میکنه الابصار، چشمها را و آنچه که چشمها میبینه. و هو اللطیف، در حالی که الله متعال اللطیف بسیار با خبر باریک بین است. چیزهای باریک و کوچکی که انسانها او را دیده نمیتونن، الله متعال همه از اونا را میبینه. الخبیر، الله متعال بسیار با خبر است. یعنی بسیار ذرات، مثلا مخلوقاتی که اونا یک حجروی هستند، چندین قرن انسان‌های چنا را نمیشناختن تا اینکه میکروسکوپ کشف شد. لکن وقتی که با میکروسکوپ کشف شد، اینا دیدن که همین مخلوقات ذره‌بینی که ما او را دیده نمیتونیم، اونا مثل ما واره توالد، تناسل، تکاثر و همه چیزا در اینا هست. سبحان الله. الله متعال میگه که الله اونمو ذاتی هست که بسیار لطیف است، چیزهای دقیق میبینه. الخبیر، با خبر است. قد جاءکم بصائر من ربکم، ای مردم یقینا که آمده هست برای شما بصائر و آگاهی، بصیرت و هوشیاری. من ربکم، از جانب پروردگارتان. الله متعال تمام وسایل بصیرت و بصارت بر شما داده. فمن ابصر، پس هر کسی که بصیرت گرفت، آگاهی گرفت، فهم گرفت، فلنفسی، پس منفعت از او بر نفس خودش است. و من عمیه، و هر کسی که خود به دست خود نابینا ساخت، از حق چشم پوشی کرد، فعلیها، پس جزای از او بالای خود از اوست. و ما انا علیکم بحفیظ، و ما که پیغمبر هستم، رسول الله صلی الله علیه و آله میگه ما بالای شما محافظ و نگهبان نیستم، ما فقط مبلغ هستم، رساننده هستم.
و کذالک و این چنین است که نصرف الآیات، الله متعال میگه که ما تغییر میدهیم آیات و نشانه های خود را تصرف میکنیم، بیان میکنیم. ولیقولوا، و تا که بگویند درست درس خوانده ای. اینا باز میامدن به رسول الله صلی الله علیه و میگفتن که تو درس خواندی، این چیزا را از دیگرها یاد گرفتی. ماشاءالله. رسول الله صلی الله علیه و میگفتن که تو هم 5 دقیقه که چیز شیشته بودی که تو عالم راهب نصرانی که درا دیدیشه، در 5 دقیقه تو دیگه کلی چیز یاد گرفتی. اگه کارم کرده باشه بسیار جالب است که یک نفر قرآن و سنت و یک قدر علوم در 5 دقیقه چی شود یاد بگیره. اینا میگفتن ولی یقولوا، تا بگن درست تو درس خواندی. درس هم به درس خواندن میشه و هم درس چی است به معنای کهنه هست. بعضیشان باز میگفتن، بعض بسیاری اوقات دلیل میگفتن که این گپای کهنه و سابقه هست. مردم به مریخ رسید، به کهکشان ها رسید، به سیارات رسید، شما اومدین این چیزا را میخواین. بازی گپا را میگن، مردم میگن. باز مردم چی میگن؟ این گپا را هم میگن. از این خاطر دعوتگرای مسلمان باید امو دلایل کفار الله یکی بیان میکنه. میگیرم بر شما میگن که شما چی میکنین که آمدین پشت قرآن گرفتین، پشت سنت گرفتین؟ ببینید که مردم در کجا رسید. ما نفهمیم کسایی که قرآن و سنت ترک کردن چند تا از به مریخ رسیدن. خودش ببینید یک نسواری، یک لندغر اونجا شیشته بیکار. باز تو که درس بخونی سر تو انتقاد میکنه. ولی یقولوا درست، و باز براتون میگه که درست یا تو درس خواندی یا موضوعاتی که بیان میکنی کهنه شده هست. ولی نبینه، و تا ای که ما ایره بیان بکنیم لقوم، برای قومی که یعلمون، که اونا میدانن، یعنی کسی که الله برشان چی علم داده اونا بود. اتبع، الله متعال میگه که وظیفه رسالت چی هست؟ وظیفه رسالت متابعت است از وحی، و وظیفه امت ای رسول چی است؟ متابعت است از آنچه که بالای پیغمبر وحی شده از قرآن و سنت. اتبع، متابعت بکو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. مثل از اینا واره که اینا از پدران خود متابعت و پیروی و تقلید میکردن، این کار نکو، بلکه متابعت بکو ما آنچه را که اوحی وحی شده بالای تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی تو، من ربک، از جانب رب تو، لا اله نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا هو، مگر الله. و اعرض عن المشرکین، و اعراض کن، رو بگردان از مشرکان. ولو شاء الله ما اشرکوا، اگر الله میخواست بالای از اینا ایمان اجباری میساخت، لکن الله متعال اجباری نساخته. پس اینا را وقت داد. از این خاطر اگر الله بر از اینا وقت نمیداد بازی ها شرک کرده نمیتونستن. لکن مشیت الله دمی هست که برای هر کس چی داده؟ اختیار داده. ولو شاء الله، و اگر الله میخواست ما اشرکوا، اینا شریک نمی ساختن به الله، کسی را شرک نمی آوردن. و ما جعلناک، و ما تو را نگردانیده می پیغمبر علیهم بالایشان حفیظا حفظ کننده. و ما انت علیهم، و نیستی پیغمبر صلی الله علیه و علیهم بالایشان به وکیل مراقبت کننده. یک درس ادبی دیگه بر مسلمان ها میده که این مسلمان ها، شما اگر دیدید که دشمنان، یکی از صفات کافر، منافق، مشرک و مرتد چی است؟ عدم عفت زبان است. زبانشان پاک نیست. اما مسلمان موحد، مسلمان پاک، مسلمانی که پیرو قرآن و سنت است، زبان از چی می باشه؟ پاک می باشه. هیچ وقت در زبان مسلمان حقیقی، بی عایشه رضی الله عنها میگه که رسول الله صلی الله علیه و لعان نبود، فحاش نبود، دو نمیزد، گپ چتی نمیگفت. از این خاطر کسی که پیرو قرآن و سنت است باید در زبانش دشنام اصلا وجود نداشته باشه، عفیف باشه زبانش. الله متعال میگه ولا تسبوا، و شما دشنام ندهید الذین، کسانی را که یدعون طلب میکنن من دون الله، بغیر از الله. شما یعنی هر کسی که نه بتشانه، نه گوشانه، نه بتای معبودان باطلشانه، هیچ وقت شما او را دشنام ندهید. چرا؟ فیسبوا، باز اونا دشنام میدهند الله متعال را عدوا، به خاطر تجاوز بغیر علم، بدون علم. شما باز گناهگار بسیار خطرناک میشین. کذالک، این چنین زینا، زینت دادیم، الله متعال میگه لکل امت، برای هر امت عملهم، عملش را. ثم الی ربهم، باز به سوی پروردگارشان است، مرجعهم، بازگشتشان، فینبئهم، باز اینا را خبر میتن بما کانوا یعملون، با آن چیزی که اینا عمل میکردن. اینا الله متعال میگه که در مقابل دعوتگرا که شما دعوت اسلامی را میکنین بسیار عقبات است. عقبات چی است؟ یعنی راههای بندش در راه شما، بسیار راهها. این عربا عقبه میگن که وقتی در میری بندش می، یک بندش دیگه، بندش دیگه، بندش این هست در راه دعوتگرا. از این خاطر شما متاثر نشین و جگرخون نشین. یکی از این عقبه ها چی است؟ که اینا قسم میخورن، مشرکا
که ما دین قبول میکنیم به شرطی که معجزه باشه. نه 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 ما دلایلتان قبول نداریم، گفتان قبول نداریم، برین بر ما معجزه پیدا بکنیم. ها میگی یکی از عقبات از شما متاثر به این گپا و این قسم نشوین. و اقسم و قسم میخورن بالله، به الله جهد ایمانهم، انکار ایمانشان را. چه قسم قسم میخورن؟ میگه که ما که انکار از ایمان میکنیم به خاطر از اینکه تو بر ما معجزه بده. لئن جاءتهم اگر بیاید برایشان آیت معجزه، لیؤمنون، حتما ایمان میارن بها به آن. قل انما الآیات عند الله، بگو برشان که آیات و معجزه ها که از بنزد الله هست. و ما یشعرکم، و چی چیز فهمان شما را، انها اذا جاءت، که اگر بیاید همین معجزه ها، لا یؤمنون، باز اینا ایمان نمیارن. این عادتشان است. عقبه دوم چی هست؟ الله متعال میگه که قلبا و چشمان کافران گشتانده شده. چی؟ بیخی رویشان او طرف دور داده شده هست از طرف حق، به این اساس به گمراهی خود ادامه میکنه. هر طرف هر قدر که برشان حق بیان کنی، اینا مثل که هیچ برای چیز نگفته باشی، خدا به کوری و به کری میپرتن. حتی بسیاری وقتا گپ حق که بزنی، باز گپ حق که زدی باز تیر خدا میره. خوب که باز تیر خدا آورد، باز بله باز عین گپ باش میگه برادر ما بر دلایل کلش گفتم. اینا الله متعال میگن و نقلب، و ما برمیگردانیم افئدتهم، قلبهایشان را، و ابصارهم، و چشمایشان را، کما لم یؤمنوا به، مثلی که به ویش ایمان نداشت نآورده بودن اول مرتن از اول. و نذرهم، و میگذاریم ایشان را فی طغیانهم، در سرکشیشان، یعمهون، که خوب چی باشن؟ غرق باشن. ما و شما الحمدلله به سپاره 8 رسیدیم. همین بعض عقباتی که در اینجا هست بازی را بیان میکنه در سپاره 8 که انسان‌های مسلمان این عقبات درک بکنه و بفهمه که اونا چی عادات دارن. عقبه سومش چی هست؟ این بیان میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، آغاز سپاره 8. ولو اننا، و اگر ما نزلنا نازل بکنیم الیهم، به طرف از اینا، الملائکه. این دیگه چیشان از عقبه مخالفات چی میگن؟ میگن اونا خدا در جهالت میپرتن، آنقدر در جهالت غرق هستن که الله متعال میگه هر قدر برشان دلیل بگویی اونا دلیل قبول نمیکنن. الله متعال میگه ولو اننا، و اگر ما نزلنا نازل بکنیم الیهم، به سویشان، الملائکه، ملائکه را، و کلمهم الموت، و یا سخن بگه به امرای از اینا مرده ها، و حشرنا علیهم کل شیء، و ما حشر بکنیم بالایشان یا جمع بکنیم علیهم بالایشان، کل شیء، تمام چیزا را، قابل روبرو، ما کانوا لیؤمنوا، باز اینا ایمان نمیآورن، الا ان یشاء الله، مگر که آنچه را که الله بخواهد، ولکن اکثرهم یجهلون، لکن اکثریت از اینا خود در جهالت و دایی میپرتن. جهلی است، مثلا یک نفر جاهل است، بعضی کسا جاهل است، میگه باز برای جاهل وقتی که علم دادی نمیفهمه قبول میکنه. بعضی کسا باز خود جاهل است، میگه جاهل است، میفهمه که من جاهل هستم، این بسیار خوب آدم میباشه. بعضی کسا جاهل است لکن نمیفهمه که من جاهل هستم، این جاهل مرکب میگن، این بسیار خطرناک است. جاهل است نمیفهمه که جاهل است. از این کده باز به توانسهش چه قسم است؟ بسیار خطرناک است. جاهل به توانسه که جاهل هست نمیفهمه که من جاهل هستم، بلکه فکر میکنه که من خوب و عالم هستم. باز کتازی دیگه باز بسیار مشکل است. از این خاطر بعضی کسا که است، این حالا میگه بعضی کسا هست که این مغز از یک تک از گندگی پر است، این دیگه میگه من خودم خوب و عالم هستم، فهمیده هستم، پروفسور هستم. بر از این قناعت دادن جاهل به توانسته بسیار سخت است. اینا خدا در جهل میپرتن، جهل به توانسته. ایناله عقبه 4 چی هست؟ مانع 4 در راه دعوتگرا چی هست؟ میگن دعوتگرا حتما دشمن می داشته باشن. شما وقتی که دعوت شروع کردین بعضی کسا چی میخوادن که والله من که عادی آدمم بودم، کلگی برای من نرمال بود، حالا که دعوتم شروع کردم باید دیگه مردم میگن او چطور هستی، خوب هستی، تو بیا که در بغل 1-2 ماچ از پیشت بگیرم. گپا را خاو میبره. دعوت که شروع کردی شیطانای انسانی و شیطانای جنی در جانت حمله کرده میرن. الله متعال میگه اگر تو داعی حقیقی هستی مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم، در چشمت رسول الله صلی الله علیه و سلم ببین که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعوت چقدر شیطان ها در مقابل از این مقاومت کردن، چی جزاها و چی رنجها و چی دردها را برش ندادن. از این خاطر الله متعال میگه و کذالک و هم چنین جعلنا گردانیدیم
لکل نبی برای هر پیغمبر عدو دشمنان شیاطین الانس از شیطانهای انسانی دشمن می داشته باشند و الجن و از شیطانهای جنی دشمن می داشته باشند یوحی که وسوسه میکند یا خبر میدهد بعضهم بعضی از شیطانها الی بعض به بعض شیطانهای دیگه هم تو پس پسک و خبری گپاره رسول نمیرن زخرف القول که سخنان بسیار همت مزخرف سخنان مزخرف یا سخنان بسیار همت زخرفه به معنای چی میگن کاشیکاری دیگه همت سخنای خدا بسیار دیگه همت لکس لکس جور میکنه که شما تا چند سال پیش قرآن نبود دعوت نبود بازم تو خوب دستک هم میزنن که آل شما آمدید برای ما از قرآن گپ میزنین باز برش بگی بسیار خوب قرآن هم بود سنت هم بود شما بفرمایین یک آیت قرآن رو بخونین ما ولی وقت نداشتیم که قرآن رو بخونیم خب ترجمه شما یاد نه یاد خیلی چی دیگه حدیث یاد داری صحیح بخاری چند جلد است اینه وزیرم ایچ بیچاره خود چی هست ما میخوایم جوابای شما رو به دسته شعر بتون اوه ماشاءالله جواب قرآن و سنت به تا شعر میدی خودت بخوان همین شعر تا بخوان درختای سر کوره کشاند الله عفو کنه والله بسیار شد از این خاطر الله متعال میگه شما دعوتگرا از این خاطر همین دعایا که هستین بعضی کسایی گفتن تا جوانم مرا میگه شما خفه نیست من میگم نه والله آیت قرآن که خواندی قلبت آرام میشه و کذالک و این چیز الله متعال میگه جعلنا گردانیدیم لکل نبی برای هر نبی و هر کسی که پیرو نبی هست و هر کسی که راه دعوت پیغمبر پیش میبره برای او چی هست الله متعال میگه عدو دشمنای هستن چه قسم دشمن هست میگه از شیطان ها هستن چه قسم شیطان هست تنها شیطان های جنی هست میگه نه شیاطین الانس از شیطان های جنی که انسانی خطرناک است چرا شیطان جنی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگی فرار میکنه این شیطان انسانی را که 40 دفعه اعوذ بالله بگی نمیره شیشته قرار متوجه هستین اینه شیاطین الانس والجن و شیطان های انسانی از شیطان های جنی هست یوحی اینجا وحی به معنای وسوسه هست اما تو خبر تیز رساندن ایره میگن بعضهم بعضشان الی بعض به بعض دیگهشان زخرف القول سخنان مزخرف بیهوده را به خاطر چی غرورن به خاطر غرور تکبر خودسازی ولو شاء ربک ما فعلوه اگر پروردگارت میخواست اینا را مجبور میساخت به قبول ایمان باز ما فعلوه بازی کارا را نمیکردن فذرهم پس بگذار ایشان را و ما یفترون و آنچه را که بالای الله بالای رسول افترا میکنن تهمت میکنن دروغ میگن بدعت ها را میارن با سور سر الله و رسولش افترا میکنن ولی تسخا خب آلکی بر از اینا گوش میگیره کی گپای از اینا را گوش میگیره پیروای از این فیسبوک های کفری تیر لایک میکنن میگه خود کافرایشان میکنن شما چی جگر خون هستین او که گپ میزنه باز کافرای دیگهش میگه اوه اوه چقدر خوبش گپ زد ولی تسخا و باز گوش میگیره به می گپای بیهودهشان به می فیسبوک های چتلشان به می رسانه های غلطشان کی خوب گوش میگیره الیه افئده الذین قلبهای کسانی که لا یؤمنون بالآخرت با آخرت ایمان ندارن ولیرضوه و برای این که آن را بپسندد ولیقترفوا و تا مرتکب شوند ما هم مقترفون آنچه را که اینا مرتکب میشن افغیر الله ابتغی حکما برشان بگو آیا ما بغیر از الله کدام حکم یا قضاوت کننده پیدا بکنم وقتی کتشان کدام وقتی می جر بحث میکنه برشان میگه خلاص ما و شما جر بحث میکنیم بله خیبین جر بحث اساس ما و شما تو میگی من مسلمان هستم بله ما مسلمان هستم ما ببین اینجا قرآن میمونیم اینجا حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میمونیم کفایت میکنه سر از این قرآن و حدیث نه میگم قرآن و حدیث نگو بر من قرآن و حدیث بگذارین از عقل گپ میزنیم از منطق او برادر مسلمان هستی یا کافر هستی کافر هستی صحیح خب تو مسلمان هستی که قرآن و سنت قبول نمیکنی متوجه هستین آل این الله متعال وقت خبر داده 14 قرن قبل که اینا حکم قرآن و سنت قبول نمیکنن و حتی پیغمبر میگه ما بغیر از قرآن و سنت الله برش میگه برشان بگو ای رسول الله سم افغیر الله آیا ما بغیر از الله بغیر از کتاب الله و سنت رسولش ابتغی حکما باز ما یک حکم یا قضاوت کننده بخوایم و هو در حالی که الله متعال الذی ذات است که انزل نازل کرده است الیکم بر شما الکتاب کتاب را مفصلا در تمام تفاصیل دهی است در قرآن و سنت کل گپ هست کل دلایل است دین در بین ازی هست مفصل بیان شده والذین آتیناهم الکتاب و کسانی که برشان کتاب دادیم یعلمون میدان انه که اینمی قرآن عظیم شان که است منزل نازل کرده شده هست من ربک از جانب پروردگارت بالحق به حق فلا تکونن من الممترین پس ای رسول الله صلی تو در جمله شک کننده ها نباش هیچ شک نکو اینا کلش خوب میفهمه که نمی حق است
متوجه هستین نه؟ خوب میفهمن. مثل که معلم یهودی که بیادرک جاهل خود میرفت شطورش که تکر کرد دشنام داد رسول الله صلی الله علیه و یک دفعه عالم برش گفت که او احمق دو نزن پیغمبر الله را که عذاب الله سرت نازل میشه. او برش گفت پیغمبر الله است. گفت است قرآن حق است. گفت حق است راستی پیغمبر. گفت پیغمبر است بیادر جاهل است. همو تارک شطور گرفته پیش میره دریورش از به حساب این دیگه سیت پشت سر شیشته تکر که میشه باز این که دشنام میده جاهل خود نمیفهمه. بازی بیادر خدا که بیادرش میگه او بیعقل بیادرش میگه خیلی پیغمبر است که قرآن حق است چرا قبول نمیکنی؟ او بیعقل سیاست هست. حالا اگه قرآن قبول کنم باز این امکانات این خانه لوکس این پولی بگه پا برای ما داده میشه. باز اون مثل عبدالله ابن سلام ندیدی که وام عالم یهود بود وقتی که خیز گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله از قرآن حق است یک دفعه کل قومش یهودی‌ها سرش خیسن که تو خراب آدم هستی که تو رسید بی حالت از چی شده در فقر رسید. لالای تی کارا را به خاطر سیاست میکنه به خاطر پیسه میکنه به خاطر ازی میکنه. باز چی شد میفهمی چی شد نتیجه این بیادر جاهل مسلمان شد که مجرد مدینه منوره رسید گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. گفت من شهادت میدم که تو رسول الله هستی چرا که برادرم برام میگه گفته که تو رسول الله هستی من تصدیق کردم. بان کو سیاست کنه او سیاست مدار کافر مرد. از او خود رسول الله میگه اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. رسول الله صلی الله علیه و دعا میکرد میگه یا الله همین قسم که از شیطان پناه میجست اللهم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. باز میگه اللهم یا الله انی اعوذ بک من به تو پناه میبرم از علمی که منفعت نرسانه علمی که باز در کلمه غرور و تکبر پیدا بکنه. یا الله علم بر مناتی علم بده که مرا فقه انکسار بخواین شکستگی که در مقابل الله شکست داشته باشه در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلب دوست داشته باشی الله ات یک علم نصیب کنه. اما تا علمی که باز او بخیزه به خاطر سیاست و فلانی دین خدا بفروشه پیغمبر از او به الله پناه بردن. فهمیدین یعنی و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا میگه تمام شد کلمه سخنان پروردگار تو با عدل و با صدق و عدلا و با انصاف لا مبدل لکلماته هیچ نیست تبدیل کننده بر کلمات الله و هو السمیع العلیم در حالی که الله متعال بسیار شنوا هست بسیار با علم است. الله متعال میگه که بعضی کسا هست فکرتان باشه که زیاد میگه برادر ما اکثریت کار داریم. اکثریت چی میگه؟ پیروی از اکثریت بکنین. الله متعال میگه که و ان تطیع و اگر اطاعت کنی ای رسول الله صلی الله علیه و اکثر من فی الارض از اکثریت مردمی که در زمین هستن یضلوک و ترا گمراه میسازن سبیل الله از راه الله. بنده های مخلص حقانی همیشه کم می باشن. اکثریت دنیا پرست چوکی پرست نفس پرست این اکثریت است. شیطان زیاد اینا را گمراه کرده. از این خاطر پشت اکثریت نگرد. چرا اگر تو مسلمان پشت اکثریت میگردی باز اکثریت چی میشن؟ تو را گمراه یضلوک گمراه میکنن تو را عن سبیل الله از راه الله. یتبعون ای اکثریت که هستن اینا مطابقت نمیکنن الا ظن مگر به گمانهای خود دمو گمان خود زندگی میکنن و این هم و نیستن ایشان الا یخرسون مگر این که بیهوده سخن میگن یا و سرای هستن. ان ربک یقینا یقین داشته باش که رب تو هو اعلم و بسیار عالم است من یضل هر کسی که گمراه شود عن سبیله از راه او و هو اعلم در حالی که رب تو بسیار عالم است بالمهتدین. الله کلش هم میشناسه کسایی که هدایت شده هم میشناسه و کسایی که گمراه شده الله میشناسه. الله پشت از این نمیگه که زیاد هستی چی هست. فکلوا پس بخورین. آل در درس اعتقادی در توحید در تحلیل و تحریم یعنی شما از دلتان حلال و حرام نکنین. فکلوا پس بخورین مما از آنچه که ذکر اسم الله علیه که بالای از نام الله ذکر شده در وقت ذبحش این گوشت بخورین. او حیوانی که حلال است و ذبح شده و در اون نام الله گرفته شده. این کنتم بی آیاته مؤمنین اگر شما هستین به آیات الله مؤمن یعنی اگر ذبح هم شده باشه نام الله بالا از گرفته نشده باشه او را خورده نمیتونی. و ما لکم و چی شده شما را الله تاکلوا ای که نخورید مما ذکر اسم الله علیه که نام الله بالا از ذکر شده و قد فصل لكم ما در حالی که با تفصیل بر شما بیان شدم ما آنچه که حرام شده هست علیکم بالای شما الا ما اضطررتم مگر که در حالت اضطراری و مجبوریت باشین. باز بعض گوشت های حرام هم به خاطر مجبوریت به اندازه ضرورت خورده میتونین.
الا مگر ما آنچه که اضطررتم مجبور شدین در حالت اضطراری الیه به آن و این کثیرا و یقین داشته باشین که بسیار مردم که هستن اکثریت مردم لا یضلون حتما گمراه میکنند به اهواهم با توسط خواهشاتشان بغیر علم بدون علم ان ربک یقینا که پروردگار تو هو او است اعلم بسیار عالم بالمعتدین به کسانی که اعتدا و تجاوز میکنند و ذروا ظاهر الاثم و باطنه از مقتضیات توحید چی است؟ نهی از گناه ها هست. یه از تقاضاهای توحید است. قرآن کلش توحید است. آل الله متعال میگه که و ذروا و ترک بکنین ظاهر الاثم گناه های آشکارا را و باطنه و گناه های مخفی و پنهان را ان الذين يكسبون الاثم یقینا کسانی که مرتکب میشوند انجام میدن الاثم گناه را سیجزون به زودی جزا داده میشود برایشان بما کانوا به سبب آن چیزی که یقترفون انجام میدادن ولا تاکلوا و مخورید مما لم یذکر اسم الله علیه باز الله میگه نخورین چیزی را که بالای از نام الله ذکر نشده و انه لفسق در حالی که اینمی فسق و خارج شدن است از اطاعت الله کسی که حیوانی را میخوره که در اون نام الله ذکر نشدن و این الشیاطین و فکرتان باشه بعضی از شیطانای انسانی در تلویزیون ها میشینه باز برای شما میگه خورده برین رای نزنین لیوحون خبر میدهند و وسوسه میکنن اینا الی اولیائهم بمو دوستایشان کسایی که بمو بعضی کسا در تلویزیون ها ششته خودش یک انسان بی دین بی علم بی خبر آیت قرآن صحیح خواندن نمیتونه فهمیدین بازو تو فتوا میته که نه برادر در قرآن خود تنها اینی را گفته یک آیت در یک جای قرآن میخونه این آیت دیگه که میگه نمیگه کافرام که کشت میخوریم حالا الله متعال میگه چیزی که نام الله گرفته نشدن نخوم ولو که مسلمان بکششه باید بسم الله بگوی الله اکبر بگویم این حال میگه این شیطان ها که اصلا چی میکنن وسوسه میکنن خبر میتن برای اولیایشان برای دوستایشان کسایی که برنامه‌های از جان را تایید میکنن لیجادلوکم بازی شاگردایشان می درا استادت میکنه باز میگه فلانی صاحب ات گفت دلیلش ات بود شما چی میگن اینا و این اطعتموهم اگر شما از اینا بیدینا اطاعت بکنین انکم لمشرکون باز شما هم در لیست مشرکا پیش الله داخل میشین او من که میتن فاحییناه آیا شما میدانید که یک کس مرده باشه باز الله متعال میگه ما اونمون مرده را امی انسانی که مرده بود نبود این ما زنده ساختیم و جعلنا و له نورا باز بر از یک نوری را آوردیم کتاب برش دادیم قرآن دادیم سنت دادیم یمشی به فی الناس که با همراه می قرآن و سنت در بین مردم حرکت میکنن آیا ایشون میتونن که من مثل کسی باشه که فی ظلماتی در تاریکی های جهل است لیس بخارج منها که از این تاریکی ها خارج میشه کذالک اینشون این زین زینت داده شده للکافرین برای کافران ما کانوا یعملون آنچه را که عمل میکنن و کذالک و دیگه مشکل چی است میگه بعضی اوقات که هست شما متوجه باشین که اصلا بسیار بدبختی ها از همین ملکا و خانا و کلانا و رهبرای سیاسی است در هر قریه باز اینو تو رهبریت ها چی هستن این کلاناش کس میگه بسیار غدار میباشن حال که بازورشون به دیگه کس نرسید باز تو را کش میکنن تو بیا بریم پیش ملک قریه تو بیا بریم پیش فلانی سیاست مدار صاحب این صاحب بازینی مردم ها انتیاگ عادت دارن و کذالک و این جعلنا الله متعال میگه ما گردانید فی کل قریه در هر قریه که میگه بری اکابر مجرمیها بزرگاه هستن که بسیار مجرم هستن بسیار خطرناک هستن خودش نه قرآن هم میفهمن نه سنت هم میفهمن باز میخواد بالا میشن تو بیاین که ما دباینتون چی کنم فیصله کنم ما براتون گپ بزنم تو چطور فیصله میکنی تو بی خودم الحمدلله رو ترجمه شه بخوان یک جای ما رفتیم یک موضوع بود یک کسی میگه بیا که ما گپ بزنیم گفتم کی است که گپ بزنه نه والا یک رتبه این تو علمی داره ما گفتم صحیح است ای پوهان صاحب است یک دفعه الحمدلله رب العالمین پیشمت تیر کنه اگه صحیح خوان باز با قضاوت بکنه این بیچاره چی نمیفهمه در قریه که میبینن تو یک جاهل همونجا شیشته بازو کلانکاری میکنن الله میگه سر از او رای نزنین از او نترسین پشت از او باک نکنین چرا بسیاری رهبرا هستن یا بسیارش فروخته شده میباشه بسیارش مجرم میباشه بسیارش خائن میباشه بسیارش جاهل میباشه و کذالک و این جعلنا فی کل قریه ما گردانیم در هر قریه اکابر بزرگانشان را مجرمیها که مجرمای بسیار کلان از این قریه میباشه لیمکروا تا که یا چل بازی بکنن فیها در آن بسیار دیگه باز چل بازی را بسیار خوب خوش دارن و ما یمکرون الا بانفسهم اینا مکر و چل نمیکنن الا مگر به انفسهم با نفسهای خود در هلاکت میاندازن و ما یشعرون و مشکلشانی است که حتی هم شعور حیوانی را هم ندارن و اذا جاءتهم آیه باز اینا چی میکنن باز وقتی که برشان بیان کرده شود آیه یک نشانه یا علامتی از قدرت الله
و یا هم یک آیت قرآن برشان گفته شود یا حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و برشان گفته شود، قالوا میگن لن نؤمن، ما هرگز ایمان نمیآوریم، حتی نوتا تا که بر ما داده شود مثل ما اوتی، مثل که داده شده بر رسول الله. میگه همین قسم اگه برازی وحی می بر ما متوحی به، باز ما قبول میکنیم. الله یا دیگه چی میخوایم؟ میگه ما پیغمبر شویم، باز ما قبول میکنیم. الله یعلم، میگه الله میفهمه که حیث یجعل رسالته، که رسالت خدا کی پیغمبر خود بسازه. الله خو هر کس پیغمبر خود نمیسازه. الله امی دعوت هم که میته بر هر کس خود نمیته. قرآن که میته الله بر هر کس نمیته. بنده مخلصی که بر الله عذر میکنه که یا الله بر ما علم قرآن بده، علم سنت بده، یا الله میشینه عاجزی میکنه، تواضع میکنه، در خفا به الله گریه میکنه، درخواست میکنه، الله بر ازو میته. رسالت بر هر کس میته، هرگز الله متعال نمیده. الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله بسیار عالم است که در کجا رسالت خدا بگذاره. سیصیب الذین اجرموا، خفه نشین، حتما میرسه مصیبت بر کی؟ بر کسانی که اجرموا، مجرم هستند، جرم کردن. صغار برشان کدام مصیبت میرسه؟ بسیار مصیبتی که اینا بسیار حقیر میشن. صغار یعنی حقیر میشن، پست میشن عند الله، به نزد الله. و در پالی ازی که حقیر و پست میشن، باز برشان دیگه چیست؟ و عذاب برشان عذاب داده میشه شدید، بسیار سخت، به مکان و به سبب آن چیزی که یمکرون مکر میکردن. حال مقایسه موحد با مشرک میکنه. یک انسان موحد با مشرک پیش الله مساوی است. فمن یرید الله، الله متعال میگه که نخیر، مساوی نیست. فمن، پس هر کسی که یرید الله اراده بکنه، ان یهدیه، که او را هدایت بکنه، یشرح صدره للاسلام. اینه اگر کسی را الله هدایت بکنه، با سینه از او را باز میکنه برای پذیرش قرآن و سنت، برای اسلام. ات باز میشه سینهش که همی بگویی. بسیاری کسا را میدیم که همی آیات قرآن را برش بخوانی، احادیث رسول، اشکایش جاری میشه، سینهش باز است. و من یرید، و هر کسی را که الله اراده بکنه، یضله، که گمراه بسازه، یجعل صدره ضیقا، دلش تو تنگ می باشه. تنگا کس دست چه وقت خلاص شود؟ یک 60 دفعه فاجعه میکشه، اموجه شیشته یا کس آوردهش بزور دیگه. یجعل صدره ضیقا، باز امو سینه از او را تنگ میسازه، حرجا، بسیار در سختی می باشه. که انما یصعد فی السماء، از پذیرش اسلام ات میگه دل تنگ می باشه، مثل که طرف آسمان میبریش. اگه شما یک کسی را به طرف آسمان برید، این معجزه علمی قرآن است که قرآن میگه که وقتی طرف آسمان میری دل تنگ میشه، اکسیژن کم میشه. حالا ساینسدانا کشف کردن که هر قدر بالا بری اکسیژن چی شده میره؟ کم شده میره. آدم چی میشه؟ دل تنگ میشه. میگه می آدمای بیدین که مثل که طرف آسمان هم تو برده باشی، اکسیژن کم باشه، باز نفسک ولی متنفس کردن. اینم میگه از اسلام قرآن و سنت که بخونی، اما تو دلش تنگ میباشه. یجعل صدره، میگه یا با سینه‌اش تنگ میباشه، حرجا، بسیار در سختی میباشه. مثل که انما، مثل که یصعد، بلند برده میشود، فی السماء، به طرف آسمان. کذالک، این چنین، یجعل الله الرجس، الله متعال میگه اینی قسم می اندازد پلیتی و تنبلی را، علی الذین، در قلب کسانی که لا یؤمنون، ایمان ندارند. الله متعال راه توحید بیان میکنه، میگه که راه توحید کدام یکیست؟ و هذا صراط ربک مستقیما، اینمی قرآن عظیم شان، اینمی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینمی راهی را که قرآن و سنت براتون نشان داده. صراط ربک، راه پروردگار تو هست، مستقیما، مستقیم است، راست است. قد فصلنا، یقینا که الله متعال میگه به تفصیل ما بیان کردیم الآیات، نشانه ها و علامات را. برای کی؟ برای قومی که یذکرون، اونا یاد میکنن، ذکر میکنن الله را. لهم دار السلام عند ربهم، بر از اونا دار سلامتی هست به نزد پروردگارشان. و هو ولیهم، الله متعال ولی و دوست مؤمنان از بما کانوا یعملون، به سبب آنچه که اینا عمل میکنن. بعضی کسا از جنها را پرستش میکنن. یکی جنهای موحد هستن، مثل انسانها و جنها هم هستن. بعضی جنهای موحد و یکتا پرست هستن که به درس قرآن میشینن، به درس سنت میشینن، گوش میگیرن. و یک تعداد جنهای مرتد و کافر و مشرک و منافق هستن که اینا باز به نام پریزن و دیوزن و به نام تاویزگر و به نام جادوگر و کت جادوگرها همکاری میکنن. و یوم یحشرهم جمیعا، الله متعال میگه ما حشر میکنیم تمامی از اینا را، چه انسان باشه چه جن. یا معشر الجن، باز میگیم که ای معشر جن، ای طایفه جن، قد استکثرتم من الانس، بسیار شما زیاده روی کردین، بسیار لغزش کردین، بسیار گرفتین، من الانس، از انسان ها.
وقال اولیاءهم و میگن دوستای از اینا من الانس از انسان ها، بازی کسایی که جن پرست هستن، جادوگری میکنن، گپای جنیات مشرک و مرتد قبول میکنن، باز میگن ربنا ای پروردگار ما استمتع بسیار لذت برده از بعضنا به بعض، بعضی ما به بعضی دیگه. یعنی این جنها وقتی که برای ما پیام ها را میداد، باز ما میخواستیم فالبینی میکردیم، جادوگری میکردیم، چی میشنیم به نام امی چی میگن، میگه این زنکه چی داره، اما تو بگه این زنکه که هست مثلا پریزن است، این فلانی که هست اینه چی کرده، قصیده خوانده، باز میخواد صاحب تعویضای جادوگری و گپا را میکنن. باز اینا خودشان میگه که ما بسیار تمتع کردیم، بسیار لذت بردیم، بعضنا به بعض، بعضی ما به بعضی دیگه ما. و بلغنا اجلنا و بالاخره بر ما اجل ما رسید، الذي اجلت لنا، او را که تو بر ما تعیین کرده بودی. قال الله متعال در جوابشان میگه که شما جنها، شما انسانها، شما جنهایی که کافر شدین، توحید قبول ندارین، و شما انسانهایی که از این جنهای کافر و مشرک و مرتد پیروی کردین و نار اطاعت کردین، الله متعال میگه برای کل شما النار و آتش و دوزخ است، مسواکم جایگاه شما، خالدین فیها که همیشه در این میباشند، الا ما شاء الله مگر کسانی را که الله بخواهد. ان ربک حکیم علیم، یقین داشته باشین پروردگار شما بسیار با حکمت است و بسیار عالم است. و کذالک الله متعال میگه و این چنین دوستی ولایت میتیم، دوست ظالم ظالم است، دوست مشرک مشرک است، ولی مشرک مشرک است، اولیای مشرکا هست. شما بسیاری وقتا سکن، یک وقت هندوستان رفتیم، یک کلان جدول گذاشته بودن، یک لوحه بودم و یک جای بند کردم، ما گفتم کی است، میگفتن این اولیاء الله ما هست، که سکن اولیاء اللهشان کلشان توبه شرم است، کلش بی لباس هم اونجا عکس گرفته بودن. یا آیت قرآن اینا جوابش میگه و کذالک و این چنین نولی ما دوست میگردانیم بعض ظالمین، بعض ظالما را با بعض دیگه. یهود دوست نصارا هست، نصارا دوست یهود است، مشرکا دوست از اینا هست، اینمی کلشان. با کذالک نولی به اینمی شکل ما میگردانیم بعض ظالمان را با بعض دیگهش به ماکان و به سبب آن چیزی که یکسبون کسب میکردن. یا معشر الجن والانس، الله متعال چون قرآن بر انسانها و جنها نازل شده، بر کلشان خطاب میکنه که یا معشر الجن، ای طایفه جنها، والانس و ای طایفه انسانها، علم یأتیکم، آیا نیامده بود بر شما رسول پیغمبران منکم از شما، یقصون که قصه که بیان مینمودن علیکم بر شما آیات مرا، و ینذرونکم و میترسانند شما را لقاء یومکم هذا، از ملاقات کردن با الله، لقاء یومکم هذا از ملاقات اینی روزتان. قالوا گفتن شهدنا ما شهادت میدیم علی انفسنا بر نفسای ما، و غرتهم الحیات الدنیا، و اینا را مغرور ساخته بود چی؟ زندگی دنیا. و شهدوا علی انفسهم، و اینا شهادت میدن به نفسایشان انهم کانوا کافرین، که اینا کافر بودن. ذلك ان لم یکن ربک مهلک القرى بظلم، الله متعال نفی صفت ظلم میکنن. الله متعال میگه ذالک ای حکم به خاطر ازی است که ان لم یکن ربک، که نبود پروردگار تو مهلک القرى که هلاک بکنه یک قریه را، بظلم به ظلم، و اهلها غافلون در حالی که اهل زنا غافل باشن، یعنی برشان پیغمبر نامده باشه. از این خاطر بسیار پیغمبرها بر از آمدن. ولکل درجات مما عملوا، و بر کلگی درجه های از آنچه که عمل کردن. و ما ربک، و نیست پروردگار تو بغافل عما یعملون، از آنچه که عمل میکنن بخبر نیست. بغافل یعنی الله بخبر نیست. و ربک الغنی، و پروردگار تو بسیار غنی و بی‌نیاز است، ذو رحمت صاحب رحمت است، این یشاء اگر بخواهد یذهبکم شما را میبره، و یستخلف من بعدکم، و بعد از شما جانشین میسازه برای شما، یا خلیفه میسازد بر شما، ما یشاء هر کس را که بخواهد. کما انشأکم، چنانچه پیدا کرد شما را، من ذریت قوم آخرین، از نسل قوم های دیگر. انما توعدون لآت، فکر داشته باشین که آنچه که بر شما وعده داده می شود حتما آمدنی است. و ما انتم بمعجزین، و شما نیستین چی؟ شما نیستین عاجز کنندگان که شما الله را یا ملائکه الله را عاجز بسازین. قل بگو یا قوم، ای قوم من، اعمل و عمل بکنین علی مکانتکم، به جاهای خود، اینی عامل، ما عمل میکنم مطابق شریعت خود.
فسوف تعلمون، پس زود باز شما ان شاء الله میدانید، من تکون له عاقبت دار، که برای کی هست عاقبت آخرت. انه یقین داشته باشین که الله متعال لا یفلح، یقین داشته باشین شما همه ایتان که لا یفلح الظالمون، یقین داشته باشین که کامیاب نمیشوند ظالمان. و جعلوا علی الله متعال، رد شرک میکنن در نظر، و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشركائنا. اینجا چی هستش؟ شرک است در نظر، شرک در نظر. انشاءالله فردا میخوانیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.